1000 سال طول کشید که از یه چرخ چوبی برسیم به یه عرابه فلزی، ولی فقط 100 سال طول کشید که از همون عرابه فلزی برسیم به سفر به ماه و الان هوش مصنوعی همکلاسی خیلی از بچه‌هامونه. هیچکس با قاطعیت نمیتونه بگه مثلا 10 سال آینده چه شکلیه. مهارت‌ها عوض میشن، شغل‌ها تغییر پیدا میکنن و فقط اونایی برندن که از الان خودشونو برای آینده آماده بکنن. خبر خوب اینه که ما تو دانشگاه صنعتی شریف با این دغدغه که نسل نوجوان رو بیایم توانمند بکنیم یه مسیری رو برای نوجوانان فراهم کردیم که تو این مسیر نه تنها در آینده تماشاگر نباشن، بلکه یه شروع جدی رو در سن نوجوانیشون انجام بدن که توی آینده واقعا حرفی برای گفتن داشته باشن. حالا تو کشور انگلستان یه تحقیقات جامعی راجع به این که در 10 سال آینده چه اتفاقی راجع به شغل‌ها، چه اتفاقی راجع به مهارت‌ها میفته انجام شده. برای اینکه بتونید به این اطلاعات دست پیدا بکنید کلمه آینده رو تو دایرکت برامون بفرستین که ما فایل PDF رو کامل براتون ارسال می‌کنیم.